لقب گوشی‌ترین مایع جنوب واقعا برازنده این مایع، چون وقتی برش میخوره هیچی جز استخون وسط نداره. واسه پاکسازی شیرمایع سایز بزرگ بیسش گرفته میشه. چشم شفاف نشونه 100% تازگی این مایع. آبشوشه کاملا قرمز رنگش خیلی تازه است. این آبشوش قرمز رنگ نشونه 100% تازگی و کیفیتش. ببینید یه چیزی خورده سرش زده بیرون خودش در اومد. یه مایع خیلی کوچیکه، شکم خیلی کوچیکی داره، محتوای شکمش همش همه. چون سایز این مایع بزرگه باید نصف بشه، راحت بشه فیلش کرد. شوشو بگی اینم از سخون وسطش. میبینید این یه چیز دقیقاً تو مایعی که صید قلابه مخصوصا شیر بیشتر میبینید. این یه که وقتی که تا پای قایق میارن نمیتونن زورشون برسه بالا، با یه چنگکی میزنن تو دمشو میکشن بالا. اینم از استخون اون طرفش. مرسی. خب حالا بریم واسه تیکای کوچیک‌ترش. سازی به صورت رولتیه. میبینید؟ در و تمیز. این دیگه هیچ استخونی تو این بافت شما نمیبینید.